بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به کانال بیوتی آف ماس 2024. خب ما توی این کانال قصد داریم که مفاهیم و روابط ریاضی رو در قالب تست و حل مسئله با روش جدید به شما عزیزان آموزش بدیم. این جلسه اول کانال ما هست و در این جلسه قصد داریم که 3 تا مسئله رو با همدیگه حل بکنیم. پس حتما ما را همراهی بکنید، از کانال ما حمایت بکنید، سابسکرایب، کامنت و لایک فراموش نشه. قول میدم که اتفاقات خوبی توی این کانال براتون بیفته. انشاءالله کانال رشد خوبی پیدا بکنه، ما مسابقه هم خواهیم داشت و جوایز نفیسی رو هم اهدا خواهیم کرد. خب بریم سراغ جلسه امروز که جلسه اول ما هست. سوال اول یا تست اول پرسیده شده که حاصل عبارت زیر کدام است. این عبارت در این قسمت نوشته شده: 4 پرانتز باز 5 به علاوه 20 تقسیم بر 2 ضرب در 5. گزینه اول 28، گزینه دوم 10، گزینه سوم 40 و گزینه چهارم 220. خب شاید تو نگاه اول این عبارت خیلی راحت بیاد و اصلا خنده آور باشه که مگه این عبارت یه مثلا ضرب و تقسیم و پرانتز دیگه، مگه این کاری داره حل کردنش؟ ولی خب وقتی میریم داخلش میبینیم که مثلا جوابی رو به دست میاریم که یا اصلا توی گزینه ها نیست یا گزینه اشتباه را انتخاب کردیم. بنابراین حتما ما رو دنبال کنید تا این مسئله رو حل بکنیم. ببینید توی حل چون این مسائلی اولویت عملگرها در واقع جواب مسئله رو تعیین میکنه. عملگرها چیا هستن؟ پرانتز هست، ضرب و تقسیم هست، جمع و تفریق هست و توان. حالا اولویت اینها به چه شکل هست؟ من این گوشه براتون می نویسم. اولین اولویت با پرانتزه. پرانتز اولین اولویت رو داره. بعد از اون توان هست که حالا من به این صورت براتون می نویسم. این مثلا حالا هر چیزی میتونه داخل این باکس باشه و حالا این دو هم منظور توان 2 هست، ولی به طور کلی منظور توان هست. اولویت دوم ما توان هست. اولویت سوم ما ضرب به همراه تقسیم، یعنی ضرب و تقسیم اولویت یکسانی دارن و اولویتشون میشه اولویت سوم. و آخرین مورد هم میشه جمع و تفریق. این دو هم جایگاه یکسانی دارن. خب اگر که این رو بدونیم حل این مسئله خیلی برامون راحت میشه. خب قبل از که بریم سراغ حل مسئله برای این دو مورد آخر توضیح بدم که اگر ما هم ضرب داشتیم هم تقسیم یا هم جمع داشتیم هم تفریق که اولویت یکسان دارن، اول کدوم رو انجام بدیم؟ ما از سمت چپ شروع میکنیم، میایم جلو و هر کدوم که اول رسیدیم همون رو اعمال میکنیم. اینم نکته این بود. خب الان میایم اینجا، اول که شد پرانتز، پس میایم داخل پرانتز. داخل پرانتز دیگه پرانتزی نداریم، توانی هم نداریم. چی داریم؟ میایم از سمت چپ جلو میبینیم به تقسیم میرسیم. پس اول میایم این را حل میکنیم. 20 تقسیم بر 2 میشه 10. شد 10. خب الان یه جمع داریم یه ضرب، کدوم اولویت داره؟ خب قطعا ضرب. بنابراین میایم این را حل میکنیم. 10 ضرب در 5 به ما 50 را میده و الان دیگه یه 5 داریم به علاوه 50 که میشه 55. خب الان چی داریم؟ یک 4 داریم که ضرب شده در یک پرانتز که داخلش 55. خب میشه 4 ضرب در 55 و میشه 220. بنابراین گزینه صحیح میشه گزینه 4. بریم سراغ سوال دوم.
از ما پرسیده که مجموع 3 عدد متوالی برابر 60 است. بزرگترین عدد از این 3 تا عدد متوالی کدام است؟ خب وقتی میگه 3 تا عدد متوالی، منظور 3 تا عدد پشت سر همه. مثلا 1 2 و 3. این 3 تا عدد به عنوان مثال 3 تا عدد متوالی یا پشت سر همن دیگه. اول میگیم 1، بعد میگیم 2، بعد میگیم 3 که حالا مثلا مجموعشون میشه 6. حالا گفتیم ما 3 تا عدد متوالی میخوایم که مجموعشون بشه 60. خب کافیه که ما بیایم عدد اول رو بذاریم x، عدد دوم خب متوالی دیگه میشه x به علاوه 1 و عدد سوم هم باز چون متوالی میشه x به علاوه 2. این 3 تا عدد متوالی ما هستن که گفته مجموعشون میشه 60. خب ما اگر این 3 تا رو با هم جمع کنیم میشه چی؟ میشه x به علاوه x به علاوه 1 به علاوه x به علاوه 2 و اینها گفته مجموعشون میشه 60. خب ما یه x اینجا داریم، یه x اینجا، یه x اینجا. این 3 تا رو که جمع کنیم میشه 3x به علاوه یه 1 اینجا داریم، یه 2 اینجا که میشه 3 و اون طرف تساوی هم که همون عدد 60 رو داریم. خب حالا ما 3x رو این طرف تساوی نگه میداریم، میشه 3x و این برابر میشه با 60 منهای 3، چون عدد 3 مثبت بره اونور عدد علامت منفی میگیره که 60 منهای 3 میشه 57 و در نتیجه x اگه بخوام به دست بیارم دو طرف تساوی رو تقسیم بر 3 میکنم که میشه عدد 19. عدد 19. خب من x رو به دست آوردم شد عدد 19. بنابراین 3 تا عدد متوالی میشه چی؟ میشه 19. با موس نوشتن هم یکم سخته دیگه ببخشین. 19 دوم میشه 19 به علاوه 1 میشه 20 و سومی هم میشه 19 به علاوه 2 میشه 21. بنابراین 3 تا عدد متوالیمون شد این 3 تا که بزرگترینش میشه 21. بنابراین گزینه سوم جواب مسئله هست. بریم سراغ سوال تست یا سوال یا تست آخرمون و سوممون. گفته اگر این عبارت انگلیسی برابر 5 باشه، این عبارت برابر 4 باشه و این عبارت برابر 2 باشه، حالا این عبارت چقدره؟ اصلا مهم نیست که این کلمات انگلیسی رو بتونیم بخونیم یا نتونیم بخونیم یا اصلا معنی دار باشن یا نباشن. این برای ما مهم نیست. مهم چیز دیگه ایه و اون چیه؟ توی چنین مسائلی منظور حروف صدادار و بدون صدا توی این کلمات هست. حروف صدادار اگر خاطرتون باشه در درس انگلیسی چه حروفی بودن؟ حرف A بود، E بود، I بود، U بود و O. اینا بودن حروف صدادار A, E, I, U و O. این 5 تا حروف صدادار هستن. بقیه حروف میشه حروف بی صدا. خب ما میایم توی کلمه اول میشماریم ببینیم که کدوم از اینها رو صورت سوال شمرده و شده عدد 5. خب حروف صدادار تو اینجا یه ای اینجا داریم، یه ای اینجا داریم و یه او هم اینجا. پس اینا شدن 3. پس از اینجا متوجه میشیم که حروف بی صدا رو شمرده، چون که یه وی داریم، یه آر داریم، یه ام، یه ال و یه اچ. این میشه 5 تا. پس همینجا میتونیم پی ببریم که طراح حروف بی صدا رو شمرده. برای اینکه مطمئن بشیم دو مورد دیگه هم تست میکنیم. خب حروف بی صدا رو اگر بشمارم چی میشه؟ یه بی دارم، یه آر، این دوتا
او که هیچی، ان 3 تا و زد 4 تا. ای هم که صدا داره پس شد 4. میتونم سومی رو دیگه اینجا بشمارم یا نشمارم. حالا من براتون میشمارم. یه زد اینجا بی صدا هست و یه ال میشه 2 تا. پس کافیه بیام توی این حروف بی صدا رو بشمارم. یه ام دارم، ای که صدا داره، یه آر دارم، دوباره یه آر دارم، او که صدا داره و یه ام دارم. پس شد چند تا؟ 1 و 2 و 3 و 4. اینجا به جواب مسئله دست پیدا میکنم که گزینه دوم هست و عدد 4. خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. حتما از ما حمایت بکنید. جلسه دیگه با تست های بیشتر و مطالب قشنگتری خدمت شما میرسیم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.